السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدیم به کانال ما. ای خدای متعال امیدوارم که همتون تنصیحات و خانه آباد هستین و امروز ویدیوی ما از پختن یک نمود بلوچکا عبارت است. برای بلوچکا پختن شیر لازمه، تخم لازمه، دروش، شکر سر میکنیم برای پختن بلوچکا ما. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر، تخم، در اینجا 2 دانه سفیدی تخم، 1 دانه زردی، 1 دانه زردی دیگه اینجا گرفتیم. 2 سفیدی، 1 زردی میروم. نمک، دروش، تیار شد. بازی سر میکنیم به اردا دختر.
2 стаканаш, سیوم стаканаш, چهارم стаканаш, پنجم стаканаш, بسم الله الرحمن الرحیم. انا خمیرای ما را بینید دوستان گرامی چقدر خوشگل رسیده. نیش رسیده. حاضر راستش میکنیم. خمیر شبیه خشک اومده. خشک اومده. این از ولوم نگرفتیم. این لیسته ماسکش میشه که موزی. ماسکش کدیم تمامش خطی میشه که خمیر از ولوی مدام میکنه میخزم.
امروز ما چیکار میکنیم دوستان عزیز؟ این کاسه را ما باید روغن کنیم. نه خیلی میمونیم. پس والا گرفتگی ما یک تا به یک تا میمونیم. من برای زبالای سفید مون اینما سمیتانه گرفتم. خیلی هر کس هر چی میفروش، کسی که چیزی که خواهش خودش قطعی چیزی که بدوزه اینایی و یک تورگ. وزی کمکه سمیتانه میدوزیم، کمکه تورگ. کمکه که دیگه تورگ میدوزیم. تورگ مورد چه خاصی خشنه. قد سخت می پودر میدوزیم برای که شیرینک شود. این دوستان گرامی تیار کردیم. همه این میرم خیلی رو برو میمونیم و ایش میکنیم میپیچونیمش بسید.
توش میدیم خیلی زیرا میگیریم کارچه بیرون میشید میمونیم شکل دام بخوره کمکن وزینه همین موندگی چیمونه دا بلوش میشکیم و میمونیم شد 10 minut 15 minut دم بخوره میگیریم میپزیمش دوستان گرامی اما بلوچکوی ما را رسیده میبینیم چقدر خوش شده بازی میمونیمش دم ایما بایم دخوفکم баландай да 180 градус мемонамаш дар муддати ним соат 45 дақиқа яъне ки ним соата не ним соат зиёдтар аз 45 дақиқада мепазимаш рӯзи тухм мешакимаш мемонимаш тухм мешакимаш мемонимаш دوستان گرامی اینا بلوچکوی ما تیار شدن نگاه کنید چه خوشروان پیش بد نکن